بیشتر افراد وقتی ویزای یک کشور رو دریافت میکنن خیلی خوشحال میشن تا حدی که فراموش میکنن باید ویزای ترانزیت خودشون رو هم دریافت کنن و بعداً توی فرودگاه ممکنه با شرایطی مواجه بشن که اون شرایط بیاد براشون وضعیت محیط رو غیر قابل تحمل و خیلی استرس آور کنه. ویزای ترانزیت یه ویزاییه که اگه شما پرواز مستقیم نداشته باشین حتما برای اقامت موقتتون باید ویزا ترانزیت رو دریافت کنید. بذارید یه جور بهتر بهتون توضیح بدم. کلا پروازا دو دستن. دسته اول اینجوریه که شما بین مبدا و مقصدتون پروازتون مستقیمه، یعنی مثلا فرضاً میخواین از ایران برین ترکیه، تهران فرودگاه سوار میشین و فرودگاه حالا استانبول فرضاً پیاده میشین. این پرواز مستقیمه. اما در پروازهای غیر مستقیم شما در یک کشور در یک کشور میانی شما باید اون وسط یه توقفی داشته باشین تا پرواز اصلیتون صورت بگیره. مثلا فرضاً شما میخواین برین به کشور آمریکا و پرواز مستقیم از ایران به آمریکا وجود نداره و حالا شما مجبورین که یک پرواز غیر مستقیم بگیرین و حالا معمولاً از ایران از تهران میرن قطر، عمان، یکی از کشورهای حاشیه خلیج فارس بیشتر انجام میشه و اینکه از اونجا با هواپیمایی‌های اون کشور با هواپیمایی‌های خارجی میرن به کشور مقصدشون. شما یه مدت زمانی تو اون کشور میانی هستین. برای اون مدت زمانی که تو اون کشور میانی هستین شما باید ویزای ترانزیت دریافت کنید. حالا کلا پروازهای غیر مستقیم دو دسته هستن. پروازهای غیر مستقیم آنلاین و پروازهای غیر مستقیم اینترلاین. توی پروازهای غیر مستقیم آنلاین اینجوریه که شما از یک شرکت اومدین بلیتتون رو تهیه کردین. مثلا شما از ایران با هواپیمای قطر ایرویز میرین شهر دوحه قطر و دوباره از همونجا با همون هواپیمایی میرین کجا؟ میرین مقصدتون که فرضاً آمریکا هستش. اما توی پرواز غیر مستقیم اینترلاین شما شرکت هواپیماییتون متفاوته. مثلا با یک هواپیمای ایرانی مثلا فرضاً معراج، آسمان، ماهان، هر چیزی شما میرین شهر دوحه و از اونجا فرضاً با قطر ایرویز میرین کشور بعدیتون. پس در پروازهای آنلاین شرکت هواپیمایی شما یکسانه، در پرواز اینترلاین شرکت هواپیمایی شما متفاوته. اینو چرا بهتون گفتم؟ برای مثال کشور قطر اگه پرواز شما آنلاین نباشه به شما ویزای ترانزیت نمیده. حتما باید آنلاین باشه، یعنی هر دو پروازتون مال خود قطر باشه. فقط در این صورت به شما ویزا میده دیگه. اگه پرواز شما اینترلاین باشه به شما ویزای ترانزیت رو نمیده. حالا این دوتا مفهوم رو داشته باشین، بریم با هم دیگه دونه دونه بررسی کنیم حوزه شنگن ویزای ترانزیتش چجوریه، کشورهای حوزه خلیج فارس، آمریکا، دونه دونه میایم با هم دیگه ویزاهای ترانزیت رو بررسی میکنیم. البته نکته مهم بعد بهتون بگم، اعتبار ویزای ترانزیت از 24 ساعت هستش و بعضن تا چند ماه هم میتونه ادامه پیدا کنه. یه سری از کشورها اومدن این وسط ویزای ترانزیت رو حذفش کردن، ولی خب یه سری از کشورهای دیگه همچنان بهش پایبندن. البته یه سری از افراد از گرفتن ویزای ترانزیت معافن. مثلا دیپلمات ها نیازی به دریافت ویزای ترانزیت ندارن، یا خدمه و کارکنان هواپیما مهمانداران نیاز به گرفتن ویزای ترانزیت ندارن. و البته افراد جامعه‌ای که دو کشور اون با هم دیگه توافق کردن. مثلا اگه کشور میانی شما ترکیه باشه شما نیاز به گرفتن ویزای ترانزیت ندارید، چون به صورت قانونی هر ایرانی میتونه 3 ماه در کشور ترکیه اقامت بدون ویزا داشته باشه. اگه شما بخواید ویزای ترانزیت حوزه شنگن رو دریافت کنید، یعنی اگه کشور میانی که شما توش توقف دارید یکی از کشورهای حوزه اروپا باشه، شما حتما باید ویزای ترانزیت حوزه شنگن رو دریافت کنید. ویزای ترانزیت حوزه شنگن به دو صورت ارائه میشه: ویزای ترانزیت فرودگاهی و ویزای ترانزیت دریانوردی. توی ویزای ترانزیت فرودگاهی که بهش ویزای نوع A هم گفته میشه، شما 24 ساعت مهلت دارین که توی این کشور بمونید و اگه مدت موندن شما قرار باشه از این 24 ساعت بیشتر باشه، شما باید دقیقاً ویزای توریستی حوزه شنگن رو دریافت کنید. مدارک مورد نیاز برای اخذ ویزای ترانزیت فرودگاهی 2 قطعه عکس رنگی جدید 3.5x4.5 هستش که حتما باید پس زمینه‌اش سفید باشه. شما باید فرم درخواست ویزای شنگن رو پر کنید، دقیقاً همون فرمیه که برای ویزای توریستی پر میشه. مدارک مربوط به سفر به مقصد بعدیتون رو باید حتما ارائه بدین. ویزای کشور مقصد رو هم باید ارائه بدین و البته تاییدیه پرداخت هزینه ویزای ترانزیت از واجباته که در حال حاضر معادل 80 یورو هستش. حتما باید دقت کنید که وقتی شما ویزای ترانزیت فرودگاهی رو میگیرید شما 24 ساعت فقط مهلت دارین تو این کشور بمونید و طی این 24 ساعت اجازه ترک محدود ترانزیت رو ندارین. ویزای ترانزیت بعدی ویزای دریانوردی هستش که شما مهلت اینو دارید که تا 5 روز در اسکله توقف کنید. کشور بعدی کشور انگلیس هستش. این کشور ویزای ترانزیت خودش رو به 2 صورت
صورت ویزای ترانزیت هوایی مستقیم و ویزای سیاحتی ارائه میده. ویزای ترانزیت هوایی مستقیم 24 ساعت اعتبار داره و البته به شما اجازه عبور از گیت بازرسی رو نمیدهد. حتی اگه قصد دارید همون روز خاک انگلیس رو ترک کنید، باز هم شما باید برای گرفتن ویزای 24 ساعته مستقیم اقدام کنید. ویزای بعدی ویزای ویزیتور این یا همون ویزای سیاحتیه. ویزای ترانزیت سیاحتی 48 ساعت برای شما اعتبار داره و البته به شما اجازه عبور از گیت بازرسی رو میده. با دریافت ویزای سیاحتی ویزیتور این شما اجازه خروج از فرودگاه قبل از پرواز رو دارید. مدارک لازم برای دریافت ویزای ترانزیت انگلیس دقیقاً 2 صفحه خالی از پاسپورتتون هست. پاسپورتتون باید حداقل 6 ماه اعتبار رو داشته باشه. شما باید ویزای کشور مقصد و بلیط کشور مقصدتون رو ارائه بدین. اما خب بریم وارد ویزای ترانزیت کشورهای حوزه خلیج فارس شیم که هر کدوم داستان خاص خودشو داره. بذارید اینطوری بهتون بگم، بیشتر پروازهای غیر مستقیم به دوردست‌ها مثلا مثل کانادا، آمریکا، استرالیا که فاصله خیلی زیادی با کشور ما داره، اکثرا از کشورهای حوزه خلیج فارس انجام میشه. حالا هر کدوم این کشورها یه داستان خاص دارن که می‌خوایم با هم دیگه با کشور قطر شروع کنیم. برای دریافت ویزای قطر شما نیاز به پرداخت هیچ هزینه‌ای نیستین و البته اگه قرار باشه شما بیشتر از 5 ساعت در فرودگاه توقف داشته باشین، شما باید ویزاتون رو دریافت کنید. ولی زیر 5 ساعت نیاز به ویزا نیست، اما به یک شرطی. شرطش هم اینه که هر دو پرواز شما باید از شرکت فرودگاهی خود کشور قطر، یعنی همون قطر ایرویز باشه که از شهر دوحه انجام میشه. یعنی چی؟ یعنی پروازی که شما باهاش به کشور قطر ورود کردین و پروازی که قراره باهاش از کشور قطر خروج کنین، هر دو باید مربوط به شرکت قطر ایرویز باشه. در این صورت به شما ویزای ارائه میشه که با این ویزا شما میتونید 5 تا 96 ساعت در فرودگاه قطر بمونید. البته این ویزا قابلیت تمدید نداره. فقط دقت کنید اگه حتی فقط یکی از پروازهای شما از این شرکت صورت نگیره، به شما ویزا تعلق نمیگیره و شما باید اقدام به دریافت ویزای توریستی این کشور کنید. اما کشور امارات به چه صورته؟ اگه توقف شما در کشور امارات کمتر از 8 ساعت باشه، نیازی به دریافت ویزای ترانزیت نیست. اما اگه بیشتر از 8 ساعت باشه، شما باید ویزا دریافت کنید که این ویزا به 2 صورت ارائه میشه: ویزای 48 ساعته و ویزای 96 ساعته. ویزای ترانزیت 48 ساعته بدون هزینه هستش. به صورت آنلاین میتونید دریافتش کنید، به صورت حضوری و در فرودگاه امارات قابل دریافته، البته تمدید نمیشه و ویزای 48 ساعته رو نمیتونید به ویزای 96 ساعته تبدیلش کنید. اما ویژگی ویزای ترانزیت 96 ساعته امارات به این صورته که اگه به هر دلیلی پرواز بعدی شما از امارات به مقصد بعدی بیشتر از 48 ساعت بخواد طول بکشه، باید ویزای 96 ساعته دریافت کنید. اعتبار ویزای 96 ساعته حداکثر 14 روز از زمان دریافتتون هست. با داشتن ویزای 96 ساعته شما اجازه ترک فرودگاه رو خواهید داشت. و البته نکته مهم اینجاست که اگه شما ویزای 96 ساعته داشته باشید، هنگام ترک کشور امارات باید عوارض خروج از کشور پرداخت کنید. مدارک مورد نیازتون: فرم درخواست ویزای ترانزیت، عکس رنگی 6x6 با پس‌زمینه سفید، کپی رنگی از صفحه اول پاسپورتتون باید حداقل 3 ماه اعتبار داشته باشه و بلیط قطعی پروازتون به امارات و از امارات به مقصد نهایی و در نهایت کارت شناساییتون هستش. برای اخذ ویزای ترانزیت شما باید قبل از سفر و پروازتون بیاید از طریق شرکت هواپیمایی اتحاد و امارات اقدام به دریافت ویزا کنید. این شرکت ها برای دریافت ویزای ترانزیت مبلغی از شما دریافت میکنن و این ویزا رو به شما میدن. روش دوم آژانس های مسافرتی هستن که اگر بلیتتون رو از اونجا تهیه کردید، خودشون برای شما ویزای ترانزیت رو هم دریافت میکنن. کشور بعدی کشور عمان هستش. اگه توقف شما در این کشور کمتر از 6 ساعت باشه، نیاز به دریافت ویزای ترانزیت نیست. ولی اگه توقفتون به هر دلیل بیشتر از 6 ساعت هستش، شما باید ویزای ترانزیت این کشور رو دریافت کنید که حداقل الان میتونم بهتون بگم 5 ریال عمانی هزینه شه. این ویزا 72 ساعت اعتبار داره و شما قادر به ترک فرودگاه منطقه ترانزیت نخواهید بود. مدارک لازم برای ویزای عمان: عکس صفحه اول پاسپورتتون هست. همونطور که گفتم پاسپورتتون باید حداقل 6 ماه اعتبار داشته باشه و بلیط قطعی پرواز بعدیتون و ویزای اون کشور نیازه. در نهایت ماجرا اگه بخوایم با هم دیگه یک جمع‌بندی انجام بدیم، شما اول از همه باید مطمئن شید اون کشوری که در اونجا به عنوان کشور میانی
اونجا توقف دارید نیاز به دریافت ویزا ترانزیت داره یا نداره، یا ببینید چک کنید که دقیقاً موندنتون، اقامتتون تو کشور میانی چقدر طول میکشه و در بازه زمانی شما اون کشور نیاز به دریافت ترانزیت داره یا نداره. حتما مطمئن بشید که در فرودگاه خدمات ارائه ویزای ترانزیت براتون انجام میشه یا نمیشه. حتما به این موضوع توجه کنید. و اگه خدمات ارائه ویزا ترانزیت در فرودگاه انجام نشه، شما باید قبل از سفرتون مدارکتون رو به سفارت اون کشور تحویل بدید. خیلی ممنون که این ویدیو رو دیدین. میدونم خیلی بحثش طولانی بود، نکات ریز خیلی زیاد داشت و اینکه امیدوارم براتون مفید بوده باشه. اگه هر سوالی داشتین میتونید با مشاور نما در تماس باشید. فقط کافیه که یک پیام به یکی از شماره‌هایی که این زیر براتون نوشته میشه داخل واتساپ ارسال کنید. بگید که من از طریق ویدیو یوتیوب اومدم و نیاز به مشاوره رایگان دارم تا مشاور نما برای شما فرم مشاوره رایگان رو ارسال کنن. ممنون از نگاه زیباتون. تا ویدیو بعدی، خدایا رو نگهدارتون.